ساعت به وقتی پراگ 10 دقیقه است و بازم بیننده عزیز ملاقاتی ما و شما فرا رسید. شعله گلخواجه هستم در روبروی شما و تشکر میگم برای همراهی و در طول 5 دقیقه دیگر چند دقیقه دیگر سرخط خبرهای تاجیکستان و جهان رو برای شما میگویم. خبرهایی که تا این لحظه ها در دست ما هست، ولی این خبرهای آخری نیست. خبرهای بیشتر از این هم داریم که بعد از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم برنامه خبری تلویزیون آزادی تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. خب، رانندگان درمانده و تلاش مقامات تاجیکستان برای پیدا کردن راهی الटरनेटिव्ی. وزارت نقلیات تاجیکستان با 10 ماشین بارکشی که در مرز ایران و ترکمنستان درماندند پیشنهاد کرده است که تلاش کنند از راهی دیگر بروند، راهی که نسبت به راه ترکمنستان و ازبکستان و تاجیکستان چند برابر طولانی تر است. طبعا ما چند ساعت پیش خبر داده بودیم 1 هفته به این سو 10 ماشین بارکش تاجیکستان در مرز ترکمنستان و ایران درماندند و نمیدونند سبب راه ندادن آنها به قلمروی ترکمنستان چی هست. ما این موضوع رو پیگیری داریم و حتما در برنامه خبری نیز به اون داخل خواهیم کرد. در شهرهای دوشنبه کلوب درست در محلی که به سیاحان خارجی 2 ماه پیش حمله شده بود به یاد جهانگردان کشته شده مجسمه گذاشتند. یکی دوچرخه نو و دیگری دوچرخه که صاحبش در پی حمله تروریستی به هلاکت رسید. قبل از پرده برداری از این مجسمه سبقت دوچرخه سواران را تشکیل کردند. همکاران ما هم جریان سبقت و هم گذاشتن مجسمه یادگاری را به نوار گرفتند که بعد 3 ساعت دیگر پیشنهادی شما می شود. اصلاحات لغو گردد. هزارها نفر در روسیه به مقابل اصلاحات نظام نفقه در این کشور به کوچه ها برآمدند. اصلاحات مذکور بالا بردن نظام نفقه را برای زنان و مردان را در نظر دارد، اما مردم در روسیه این اصلاحات را یک نوع غارت می‌دانند و طلب دارند که آن بیکار کرده شود. از شروع بازی‌های کوچمنچیان تا طلبی بستن مکتب‌های مربوط به گولن، رجب طیب اردوغان پرزیدنت ترکیه که با سفر رسمی در قرقیزستان بود، در صحبت با پرزیدنت قرقیزستان بار دیگر به امنیت خطرناک بودن شبکه گولن را تاکید کرد. پرزیدنت قرقیزستان در پاسخ به این ادعا چی گفت کمی دیرتر خواهید فهمید. ضمن رئیس جمهوری ترکیه همزمان در مراسم گشایش بازی‌های سیوم کوچمنچیان هم اشتراک داشت. در برنامه امروز از تقدیر بعدی طفل برایتان قصه میکنیم که 2 ماه پیش با وزن 8 کیلو به دنیا آمده بود. طور معلوم شد خانواده این طفل برای بزرگ کردن رستم دوستانشون با مشکل روبرو هستند. خانواده طفل با وزن رکوردی میگن تا کنون از هیچ کجا کمک دریافت نکردند، هرچند امیدوار بودند آنها را مقامات دستگیری میکند. به نقل پیوندان به این طفل شیر 2 مادر کمی میکند و برایش شیر صنعی نیز میدهند. تفصیلات بیشتر رو شما میتوانید در برنامه ما تماشا کنید. و چپته های به اصلاح طلایی از دوشنبه و مسکو باعث آن شده است که ساکنان در تاجیکستان طریق ترانزیت خود را به روسیه برسانند. همصحبتان خبرگزاری آزیا پلوس شکایت کردند که حالا نرخ یک چپته از دوشنبه به مسکو 4000 سومانی و یا $420 ارزش دارد، در حالی که از توشکند به مسکو $250 و از بیشکک باشد همگی $200 است. با گفته مصاحبان آزیا پلوس قیمت چپته ها ساعت به ساعت بالا می رود و آنها ناچار مجبورند که نه طریق خط سیر مستقیم بلکه توسط توشکند و بیشکک به روسیه بروند. کارشناسان سبب بالا رفتن نرخ چپته ها را در تاجیکستان نه تنها به ارزش سوزشواری بلکه به نبود رقابت و خدمات گران فرودگاه های کشور مربوط می‌دارند. خوب بیننده عزیز، خبرهای بیشتر از این رو طوری هم گفتم بعد از 3 ساعت دیگر در برنامه خبری رادیو آزادی در آزادی ویدیو کانال مستقیم ما پیشنهادی شما خواهیم کرد در یوتیوب که شما نیز باوری دارم این کانال رو میدونید و از آنجا خبر و گزارش‌های زیاد رو و همچنین نوارهای دیدنی رو تماشا میکنید. همزمان ما رو در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org هم تماشا کنید و سری هم بزنید به شبکه‌های اجتماعی که اونجا رادیو آزادی صفحه‌های مخصوصی خود را دارد. خب، شعله گلخواجه بودم در خدمت شما و تشکر میکنم که چند دقیقتان را به ما بخشیدید و هر خبر و پیامی که دارید به ما نوشته کنید. ما حتما در جریان روز پیگیری خواهیم کرد.